علم در دوران آلمان فاشیستی. وقتی که ما به تاریخ حکمرانی کوتاه حزب فاشیستی در گرمانیا یا خود در آلمان نظر میکنیم، میبینیم چی پیشرفت هایی کردند. اگر درباره طب شویم، علم طب در این دوران خیلی پیشرفت میکند، ولی دیگر علم ها خیلی حیرت انگیزند. ما درباره هواپیمایی میگوییم که بهترین و مشهورترین هواپیما در دوران خود بود. این هواپیما به سوختگیری اقیانوس اطلانتیک را میپیمود. البته این شاهکاری است. باید قید کنیم که فاشیستان برای چی این هواپیما را ساختند؟ تنها برای یک چیز، برای بمباران کردن نیویورک، دیگر چیزی نیست. طرح ریزی این هواپیما در ابتدای سالهای 30 قرن 20 آغاز شده بود. هیتلر میدانست که در جنگ هایی که میکند یا خواهد کرد، امریکا از پس او یا اتفاقچی او نخواهد بود. همین طور سال 1938 فرمانده نیروی هوایی آلمان اعلان داشت که ما بمب افکنی ساخته ایم که به آن طرف اقیانوس اطلانتیک می رود. البته هدف امریکاست. هواپیمای نام برده اولین هواپیمای رادار گریز دنیا به حساب می رود. این سال 1945 آماده می شود. این هواپیما مورد آزمایش قرار گرفت در وقت گرفت که علاقه آلمان شکست خورده بود. قوت هم نداشت. نفوذش کاسته گردیده بود. پس آن امریکایی ها نمونه از نقشه این هواپیما را به آثارخانه امریکا بردند که هر کسی می تواند ببیند. امریکایی ها می گویند اگر آلمان شکست نمی خورد، این هواپیما 100% نیویورک را می زد.